با توجه به اکران قسمت سوم از مجموعه فیلم‌های ددپول گفتم شاید یادمون رفته باشه که تو قسمت اول و دوم چه اتفاقاتی افتاد. پس امروز با یک ویدیو یادآوری قسمت اول فیلم ددپول در خدمتتون هستم. ناگفته نمونه که برای درک کامل ددپول و وولورین باید مجموعه فیلم‌های ایکس من رو هم تماشا کرده باشین. البته برای اون فیلم‌ها هم ویدیوهای جداگانه‌ای می‌سازم و از همین کانال براتون منتشر می‌کنم. پس دیگه بریم سراغ خلاصه داستان ددپول 1 و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد. وید ویلسون مزدور برکنار شده نیروهای ویژه که به قول خودش از آدم بدا پول میگیره تا دخل آدم بدترا رو بیاره، مشغول انجام یکی از مأموریت‌های خودشه و با 2 نفر درگیر میشه و تهدیدشون میکنه. بعد از انجام مأموریت وید برای خوشگذرونی به بار سیستر مارگارت میره. وید همینطور که مشغول صحبت کردنه یه دعوا بین چند نفر راه میندازه. روی تخته بار اسامی یه سری افراد به دلیل شرط بندی روی مرگشون نوشته شده. این نوع شرط بندی معروف به ددپول یا بازی مرگ هستش که افراد روی مرگ همدیگه شرط میبندن. وید متوجه میشه که دوستش ویزل روی اسم شرط بندی کرده. در ادامه دختری به نام ونسا میاد و با وید شروع به صحبت میکنه. وید و ونسا بعد از این آشنایی وارد رابطه میشن. رابطه اونا خیلی جدی میشه و وید خواستگاری میکنه. اما بعد از خواستگاری وید حالش بد میشه و از هوش میره. اونا به دکتر مراجعه میکنن، متوجه میشن که وید سرطان داره و امید چندانی برای ادامه زندگیش نیست. روز به روز اوضاع بدتر میشه و وضعیت جسمی وید اصلا تعریفی نداره. یک شب که وید به بار رفته و با ویزل در حال صحبت کردنه، ویزل بهش میگه که یه نفر که گوشه بار نشسته سراغ تو رو میگرفته. وید به سمت شخص غریبه میره و شروع به صحبت کردن میکنه. اون شخص خودش رو ایجنت اسمیت معرفی میکنه. میگه که میتونه وید رو درمان کنه و وعده میده که حتی بعد از درمان وید میتونه قدرت‌های ماورایی پیدا کنه. وید اصلا از پیشنهاد ایجنت اسمیت استقبال نمیکنه و میذاره از اونجا میره. در نهایت وید چون چاره دیگه‌ای نداره بدون خبر دادن به ونسا به همون آزمایشگاهی که ایجنت اسمیت گفته بود میره تا درمان بشه. توی این آزمایشگاه زیرزمینی وید رو به تخت میبندن و بعد شخصی که خودش رو ایجکس معرفی میکنه میاد و برای وید روش درمان رو توضیح میده. ایجکس میگه که قراره بدن وید آدرنالین تزریق کنن و بدنش رو تحت سخت‌ترین شرایط جسمی قرار بدن تا ژن‌های نهفته بدنش آزاد بشن. ایجکس میگه که فقط در این صورتی که سرطان وید درمان میشه و قدرت‌های ماورایی پیدا میکنه. فشارها و شکنجه‌ها ادامه پیدا میکنن ولی وید سعی میکنه با شوخ طبعیش ایجکس رو مورد تمسخر قرار بده و تحقیرش کنه. وید متوجه میشه که اسم واقعی ایجکس فرانسیس فریمنه و این موضوع رو برای سایرین توی آزمایشگاه فاش میکنه. در همین حال که وید زندانی آزمایشگاه است با یک حقیقت هولناک روبرو میشه که بعد از درمان هم راهی برای آزادانه زندگی کردن نداره. در ادامه ایجکس به وید میگه که بعد از جهش یافته شدن قراره که بهش ردیاب وصل کنن و به بالاترین قیمت بفروشنش. بعد هم به عنوان سخت‌ترین آزمایش میان و وید رو توی یک محفظه شیشه‌ای حبس میکنن و اکسیژن محیط رو به شدت کاهش میدن. بعد از این کار پوست وید به شدت تغییر شکل میده و حالت زشت و زننده‌ای پیدا میکنه. ایجکس هم برای عذاب دادن بیشتر وید میگه که میتونم پوستتو درمان کنم ولی دلم نمیخواد. بعد از این آزمایش وید فهمیده که قرار نیست از اونجا خلاص بشه، محفظه و آزمایشگاه رو با آتیش میکشه و موفق میشه که از محفظه فرار کنه. اینجا وید با ایجکس یا همون فرانسیس مبارزه میکنه ولی شکست میخوره. بعد از سوختن آزمایشگاه چون بدن وید حالا دیگه قابلیت ترمیم سازی داره زنده میمونه و از اونجا فرار میکنه. وید سعی میکنه تا با ونسا ارتباط برقرار کنه، اما قبل از روبرو شدن با ونسا وقتی واکنش بد مردم نسبت به پوست عجیب و غریبش رو میبینه و نمیخواد باعث وحشت ونسا بشه از اونجا میره. وید پیش دوست قدیمیش ویزل برمیگرده و ماجرا رو براش تعریف میکنه. بعد اینجا با همدیگه تصمیم میگیرن لقب وید رو مثل اون شرط بندی اول فیلم ددپول بذارن. وید تصمیم میگیره دنبال فرانسیس بگرده تا بتونه ازش انتقام بگیره و مشکل پوستش رو برطرف کنه. و توی این راه کلی کشت و کشتار راه میندازه و برای خودش لباس سوپر هیرویی طراحی میکنه. ددپول بالاخره با پیدا کردن ایجنت اسمیت آمار فرانسیس رو در میاره و با یک تاکسی میره که انتقام بگیره. تو مسیر متوجه میشه که کیف مهماتش رو جا گذاشته و فقط 12 تا گلوله داره. ددپول بعد از یک تعقیب و گریز خیابونی هیجان انگیز و کشتن همه افراد فرانسیس بالاخره اونو خف میکنه. در همین حین 2 نفر از افراد ایکس من یعنی کلاسس و نگاسانیک میان و جلوی ددپول رو میگیرن.
وقتی که این سه نفر دارن صحبت میکنن فرانسیس فرار میکنه. ددپول سعی میکنه کلاسیس رو بزنه اما دست و پاش میشکنه. کلاسیس بهش دستبند میزنه و میگه که باید با ما بیای، اما ددپول دستش رو میبره و از اونجا فرار میکنه و پیش هماتاقیش یعنی خانم ال برمیگرده. همون موقعی که ددپول داره استراحت میکنه و دست جدیدش داره رشد میکنه، فرانسیس و دستیارش به بار سیستر مارگارت میرن و با تهدید کردن ویزل سعی میکنن آمار ددپول رو بگیرن. ویزل چیزی لو نمیده و اونا هم عکس وید و ونسا رو پیدا میکنن و از اونجا میرن. ویزل بلافاصله به وید خبر میده و بهش میگه که فرانسیس دنبال ونسا رفته تا اونو بدزده. وید و ویزل با همدیگه به کلابی که ونسا کار میکنه میرن و وید باز هم از مواجه شدن با ونسا میترسه، اما در همین حین فرانسیس موفق میشه ونسا رو بدزده. وید خیلی عصبانی میشه و میره به خونه خانم ال و کلی اسلحه و مهمات با کمک ویزل جمع میکنه. بعدش میره و از نگاسانیک و کلاسیس کمک میخواد و بهشون میگه که شماها باعث شدید فرانسیس از دست من فرار کنه و حالا هم دوست دختر منو گروگان گرفته و باید برای نجات دادنش با من همکاری کنید. کلاسیس و نگاسانیک راضی میشن که به ددپول کمک کنن. ستایی سوار تاکسی دوپیندر میشن و میرن سراغ فرانسیس و افرادش. وقتی که به لوکیشن اونا میرسن باز هم ددپول متوجه میشه که کیف مهماتش رو جا گذاشته. فرانسیس هم دستیار جهش یافته‌اش و همه کماندوها رو میفرسته سراغ این سه نفر. کلاسیس با دستیار فرانسیس درگیر میشه و ددپول و نگاسانیک میرن سراغ کماندوها و تیکه پارهشون میکنن. ددپول با کمک نگاسانیک موفق میشه که خودش رو به بالای ناو جنگی فرسوده برسونه و اونجا میبینه که فرانسیس ونسا رو توی یک محفظه کاهش اکسیژن انداخته و میخواد همون بلایی که سر ددپول آورد سر ونسا هم بیاره. ددپول و فرانسیس با هم درگیر میشن و در همین حین ونسا موفق میشه که از محفظه خارج بشه و به ددپول کمک میکنه. نگاسانیک با یک انفجار خیلی قوی باعث سقوط ناو جنگی میشه. ددپول هم برای اینکه جون ونسا رو نجات بده اونو توی محفظه برمیگردونه. بعد از سقوط همه جون سالم به در میبرن و فرانسیس هم اینجا زنده میمونه و باز هم با ددپول درگیر میشه. ددپول هم بعد از زمین گیر کردن فرانسیس ازش میخواد که پوستشو به حالت عادی برگردونه، اما فرانسیس پوزخند میزنه و میگه که هیچ درمانی برای پوستت وجود نداره. ددپول هم عصبانی میشه و در نهایت فرانسیس رو میکشه. بعد از این ماجرا وید بالاخره با ونسا روبرو میشه و با هم صحبت میکنن و ونسا میگه که بخشیدتش و ماسک رو هم از روی صورت وید برمیداره و صورت نامتعارفش رو میپذیره. داستان ددپول 1 همینجا تموم میشه. ددپول به عنوان یک شخصیت متفاوت و جذاب در دنیای مارول با ترکیب طنز، اکشن و رمانس مخاطبان زیادی رو جذب کرد و فیلم هم به دلیل سبک منحصر به فردش و بازی درخشان رایان رینولدز به یکی از پرفروشترین و محبوبترین فیلم‌های ابرقهرمانی مارول تبدیل شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.